به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام بینندگان عزیز. بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز است. در استودیو با شما شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. از نوسازی کارخانه آزاد شروع شد. اقدام نوی مقامات سرود ملی تاجیکستان به جای اذان. تجاوز یک زن از طرف کارمند وزارت کارهای داخلی. در کارخانه آزاد که قبلا تاجیک آزاد نام داشت و به دمیتری فیرتاش میلیونری اوکراینی تعلق داشت، سرمایه‌گذاران چینی به کارهای از نوسازی آغاز کردند. در مراسم آغاز از نوسازی که قرار است برای مرحله اول آن 350 میلیون سومانی مصرف گردد، امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز حضور یافت. قرار است این کارخانه بعد از نوسازی با اقتدار پررأش به کار آغاز نموده، نه تنها تاجیکستان را با نوری‌های مینرالی تامین کند، بلکه محصولاتش را به خارج نیز صادرات نماید. اقتدار قبلی استحصالی تاجیک آزاد 110,000 تن امیاک و 180,000 تن کربامید در سال بود که تا 2,000 نفر در آن به کار مشغول بودند. همچنین به ساختمان یک سیخ بزرگ دیگر برای استحصال کربامید و امیاک آغاز بخشیده شد. بعد آغاز جنگ شهروندی این کارخانه از فعالیت ماند و سال 2001 آن را شرکت گروپ دی اف متعلق به دمیتری فیرتاش و شرکت تجاری او در تاجیکستان زید سعیدوف خریداری نموده به کار درآوردند. 75% سهمیه تاجیک آزاد به گروپ دی اف، 20% به حکومت تاجیکستان و 5% به پسر بزرگ زید سعیدوف خیرالله تعلق داشت. اما بعد بازداشت زید سعیدوف و مصادره اموال او، حکومت سازشنامه فروش تاجیک آزاد را هم غیر قانونی اعلام کرد و مصادره نمود. قرار است سرمایه‌گذاران چین در تجدید آزاد 360 میلیون دلار مصرف نمایند. در دهه زرنیسار ناحیه جامی مسئولین سفارش داده‌اند به جای اذان سرود ملی تاجیکستان گذاشته شود. طبق اطلاع یک خواننده پیامنت در این دهه 5 مسجد وجود داشته است. چند روز قبل مسئولین ناحیوی به دهه آمده به در 4 مسجد قلف زده اند و به مردم امر کرده اند که پول جمع کنند. وقتی مردم سبب میپرسند پاسخ میدهند که با پول جمع شده یک تجهیزات موسیقی خریده میدهند تا قبل از نماز به جای اذان با صدای بلند سرود ملی گذاشته شود. یکی از جمع شدگان گفته است مردم از کجا پول دارد؟ قشاقی را نمیبینید؟ مسئولین پاسخ داده اند میخواهید همین، نمیخواهید به در این مسجدتان هم قلف زده میشود. این خواننده ما میگوید قبلا هم هرگاه به مسئولین ناحیوی پول لازم شد می آمدند و در این مسجد را قلف می زدند و تنها بعد جمع آوری مبلغی معین در این مسجدها را می کشادند. همچنین او اطلاع داد که در مساجد کتابچه های سخنرانی امامعلی رحمان گذاشته شده‌اند. قبلا هم از بسته شدن مساجد در شهر و دهه های کشور خوانندگان به ما اطلاع می دادند. اما این بار اول است که مسئولین امر کرده اند به جای اذان سرود ملی گذاشته شود. از بینندگان خواهش می شود اگر چنین حادثه ها در شهر و دهه های شما هم رخ داده است لطفاً به ما اطلاع دهید. ائتلاف ضد شکنجه تاجیکستان از تجاوز شدن یک زن 25 ساله تاجیک از طرف کارمند وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داده است. این زن که از او با دلیل‌های معلوم نام برده نمی شود، بعد یک مناقشه عائلوی به شعبه کارهای داخلی در نوآباد ناحیه رودکی برده می شود. در آنجا او مورد تجاوز کارمند میلیسا منانوف قرار می گیرد. وزارت کارهای داخلی و دادستانی کوشش میکنند این قضیه را روی پوش کنند. بعد رفت و آمد زیاد این زنی جبردیده و وکیل دفاع او مجبور میشوند به وکالتدار حقوق انسان مراجعت نمایند. بنابر مانع‌گذاری دادستانی ناحیوی، وکیل دفاع جبردیده عبدالرحمن شریفوف از دادستانی کل خواهش کرده است قضیه را خود این نهاد تفتیش کند. بعد این مراجعت شریفوف، دادستانی کل قراری مفتش دادستانی ناحیه رودکی را درباره نکشودن پرونده جنایتی به کار کرده است. وزارت کارهای داخلی هم جای داشتن این حادثه را رد میکند و طبق اطلاع رسانه‌ها منانوف بعد این حادثه یعنی ماه ایون سال جاری از کار رانده شده است.
اکنون مختصر از خبرهای منطقه و جهان. جیسون میلر، یکی از نمایندگان تیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری تازه انتخاب ایالات متحده آمریکا تعقیب انسانها در اساس دینشان را نادرست ارزیابی کرده گفته است ترامپ هرگز چنین نیت نداشته است. رئیس جمهور دونالد ترامپ هرگز جانبداری به قیدگیری شخصان علاهیده در اساس دینشان یا سیستمی که به تعقیب آنها مشغول باشد نبوده است. این کاملا دریافت نادرست سخنان ترامپ است، گفته است او به CNN. دونالد ترامپ در آغاز معرکه انتخاباتی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده بود مسلمانان به این کشور راه داده نشوند که با واکنش‌های ضد و نقیض هم در ایالات متحده آمریکا و هم در کل جهان دچار şud. اما بعد پیروزی لحن رئیس جمهوری تازه انتخاب آمریکا تا رفت ملایم‌تر می‌شود. Üretici 9 ülkesinden bir tanesi. F-35'in bazı parçalarını biz Türkiye'de üretiyoruz. وزیر دفاع ملی ترکیه فکری ایشیق گفته است هدف نهایی ترکیه در مسئله دفاع این کشور گذاشتن به تسلیحات ملی دفاع ضد موشکی است. او این اندیشه‌اش را در پاسخ به نگرانی ناتو عاید به پیشنهاد روسیه به ترکیه برای خریداری سیستم دفاع ضد موشکی C-400 بیان داشته است. اگر ناتو پافشاری نماید ما سیستم دفاع ضد موشکیمان را به سیستم ناتو موافق خواهیم کرد، اما این به آن معنی نیست که پیشنهاد روسیه را صرف نظر نماییم، گفته است فکری ایشیق. It's ridiculous because there are business people here who want to do business in America who happen to be Muslim. There are young people here who want to study in America who happen to be Muslim. There are people here who want to go to holiday in America who happen to be Muslim and around the world. Now, by giving the impression that Islam and the West are incompatible, you're playing into the hands of the extremists. میری شهر لندن پاکستانی اصل صادق خان که یک مسلمان عملگر است گفته است اگر مسلمانان آمریکا خود را در آن کشور ناراحت حس میکنند میتوانند به لندن کوچ بندند. من شنیدم که بعد پیروزی ترامپ شمار زیادی مسلمانان میخواهند از آمریکا کوچ بندند. اگر آدمانی با استعداد بین آنها میخواهند به لندن بیایند دری لندن همیشه برایشان باز است، گفته است صادق خان. در نتیجه بمب‌افکنی طیاره‌های جنگی روسیه و رژیم بشار اسد به شرق شهر حلب در 72 ساعت اخیر 106 نفر کشته شد، بیش از 200 نفر جراحت برداشتند. این قسمت شهر در تصرف نیروهای مخالف بشار اسد قرار داشته در آنجا بیش از 300,000 نفر زندگی میکنند. بینندگان عزیز، اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. شرح مفصل خبرهای ما را از پایگاه خبری پیام نت و ویدیو و گزارش‌های ما را از یوتیوب پیگیری نمایید. برایتان خبرهای خوش و استراحت خوب را تمنا می‌نماییم. خیر تا بخش‌های نوبتی، خدا یار و یاورتان.